علی جان مقصودینوف، زاده سابق شهر کلناباد، هاجر لقکن میباشم. مردم فامیلای من مقصودینوف است، ولی مردم من رو همچون علی جان سربندی میشناسند، چون من همین تخلص رو به کارهای ایجادی مشغول شدن، همین تخلص رو به خود کسب کردم و مردم من رو همچون علی جان سربندی میشناسند. من از سال 1992 معیوب میباشم، معیوب گروه یکم، و چون در عرفه سال نو میلادی 2023 قرار داریم، رئیس محترم ولایت ختلان قربان حکیم زاده امروز به عیادت بنده آمدن. از تشریف اون کس بسیار شاد شدم و اون کس نشسته با من خیلی صحبت گرم راستن، از فعالیت من پرسیدن، از زندگی هم پرسیدن، از کمبودی ها پرسیدن. البته بیشتر به زندگی من مراغ ظاهر کردن که چگونه من در این مدت 30 سال زندگی کردم و فعالیت داشتم و من به ایشان از همون سالهای اولی معیوبی خود نقل کردم که در اون سالها البته دشوار بود. هرچند که معیوب بودم، هرچند که ضرر جسمانی دیده بودم، ولی جوان که بودم همین درد رو احساس نمیکردم، ولی درد روحی، درد روانی من رو بسیار دل شکسته کرده بود، بسیار رو افتاده کرده بود. چون در خانه در یک کنج تنهایی وقتی می نشینی، البته این بسیار سخت است برای انسان. لیکن خوشبختانه وقتی که در اعضای محفل شهر سربند، اون وقت سربند هم داشت، آمدن به عیادت بنده و بعضی نوشته هایی داشتن که با آنها پیشکش کردم، دیدم و بسیار بهای بلند دادن و گفتن که باید تو استعداد خود رو خور نکنی. و من با مسئولیت همین اعضای محفل و نوشتن شعر مشغول شدم و با یک چند کار افتاده، البته شعر در کار بود، نوشته دادم با آنها پسند اومد. بعدا مخلصان من خیلی زیاد شدن و می اومدن یک از پای شعر، یک از پای یگان نوشته دیگر و من اون وقت همون وقت خود رو همچون انسان کامل حس کردم. چون وقتی میدونی که برای جمعیت لازم هستی، یک کمکت به جمعیت میرسد، البته این بسیار خوب است. این دوای بهترین برای شخص معیوب همین چیز است. برای همین بسیار معیوبان هستن که رو افتاده میشوند، دل شکسته میشوند و زود سلامتی خود رو باز از دست میدهند و یک باره همون بیماریشان اوج میگیرد. برای همین خوب است که هر یک آدم به خود در خود یک استعداد دارد. خداوند به هر یک انسان استعداد داده است، باید همون استعداد رو کشف کرد. شرط نیست که شعر نویسی یا که اون رمان و حکایه و پویست نویسی. هستن نفرانی که و دیگر کارها مشغول میشن. مثلا یک دوست دارم از ناحیه همدانی زینالله مرادوف، اون کس اول و گل چنبرسازی مشغول بود، سبد چم میسوخت، هر چی میسوخت. حالا میدونم که یک جمعیتی معیوبان تشکیل کرده است و حتی یک کارخانه خرد هم دارد که در اونجا معیوبان رو جمع کرده فعالیت میکنند. برای همین به معیوبان مراجعت میکنم که هیچ وقت رو افتاده نشوند و همون استعداد خود رو کشف کرده در زندگی جای خود رو یابند. وقتی که خیلی گفتم کمک به یک انسان میرسد، البته این یک دوای بهترین است و خود رو بردم و سالم حس میکنی. بار دیگر به رئیس محترم ولایت ختلان قربان حکیم زاده مینتداری به پایان خویش را ایصال میکنم. با آن کس در فعالیت کاریشان برای کامیابی های نو در سال 2023 تمنا میکنم.